ویدیوی حاضر حکایتگر داستانی است که در زمان خلافت عمر ابن خطاب هنگام نماز صبح مرد سربریده‌ای در مسجد پیدا شد. این داستان نشان می‌دهد که حضرت علی از علم ویژه‌ای برخوردار بود که برخواسته از آموزه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حکمت الهی است. حضرت علی علیه السلام به عنوان نماد عدالت در تاریخ اسلام در این ماجرا نیز عدالت را بدون هیچ تعصبی برقرار می‌کند. او میان زن مظلوم و مرد ظالم قضاوت عادلانه می‌کند. در این داستان مقام ویژه حضرت علی نسبت به مقابله با فریب و نیرنگ، عدالت در قضاوت و داوری و پیدا کردن مجرم و مجازات آن توسط حکومت حاکم بیان می شود. سلام دوستان، به یکی دیگر از ویدیوها از کانال بازگو تیوی خوش آمدید. قبل از تماشای این ویدیو کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید. برای حمایت از ما کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با کانال بازگو تیوی همراه باشید. روز عمر در زمان خلافتش برای ادای فریضه صبح به مسجد آمد. دید کسی در محراب خوابیده است. عمر به غلام خود گفت او را برای نماز خواندن بیدار کن. غلام پیش رفت، دید لباس زنانه به تن دارد. تصور کرد زنی از انصار است. او را حرکت داد ولی حرکت نکرد. معلوم شد مردی است در لباس زنان که سرش بریده شده است. عمر دستور داد کشته را در گوشه از مسجد قرار دهند و نماز صبح به جای آورد. پس از نماز به حضرت امیر علیه السلام عرضه داشت نظرتان در این قضیه چیست؟ آن حضرت فرمود بگو کشته را دفن کنند و منتظر باش تا کودکی را در همین محراب ببینی. عمر گفت از کجا میگویی؟ علی علیه السلام فرمود برادر و حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا از این ماجرا خبر داده است و چون 9 ماه گذشت روز عمر برای نماز صبح وارد مسجد شد. ناگهان صدای گریه طفلی به گوشش رسید. گفت راست گفته خدا و رسول خدا و پسر عم رسول خدا. و آنگاه به غلام خود گفت نوزاد را از میان محراب بردارد و پس از ادای نماز طفل را آورد و در پیش روی حضرت علی علیه السلام گذاشت. امیرالمؤمنین فرمود دایه از انصار پیدا کنند تا از طفل نگهداری نمایند. تولد کودک در ماه محرم بود و به غلام عمر فرمود دایه طفل را پس از 9 ماه در روز عید فطر بیاورید. دایه طفل را در موقع مقرر نزد حضرت امیر علیه السلام آورد. حضرت به او فرمود کودک را در محل نماز عید ببر و بنگر هر زنی را که کودک را از تو گرفت و صورتش را بوسید و به وی گفت ای ستم دیده فرزند ستم دیده و ای فرزند مرد ستمگر او را بگیر و به نزد من بیاور. دایه طفل را در آنجا برد، دید زنی از پشت سر او صدا میزند و میگوید تو را به حق محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله اندک توقف کن. دایه ایستاد، آن زن رسید و طفل را از او گرفت و صورتش را بوسید و با او گفت ای مظلوم فرزند مظلومه و ای فرزند مرد ظالم چقدر به کودک مرده من شباهت داری. و آن زن بسیار زیبا بود و هنگامی که طفل را به دایه رد کرد و خواست برود دایه دامنش را گرفت. زن گفت مرا رها کن. دایه گفت تو را رها نمی کنم تا به نزد علی ابن ابی طالب ببرم. زن مضطرب شد و گفت علی مرا در میان مردم رسوا می کند و اگر چنین کنی در روز قیامت با تو مخاصمه خواهم کرد. دایه حرفش را گوش نکرد و خواست او را ببرد. در این موقع زن به دایه گفت مرا رها کن تو را به خانه می برم و 2 برد یمنی و 1 حله صنعایی و 300 درهم هجری به تو می دهم. دایه قبول کرد و با زن به خانه رفت و اموال را گرفت. آنگاه به دایه گفت اگر طفل را در روز عید قربان باز آوری همین هدایا را به تو خواهم داد. و چون مردم از نماز عید برگشتند امیرالمؤمنین علیه السلام دایه را طلبیده و به وی فرمود ای دشمن خدا سفارش مرا چی کردی؟ دایه گفت کسی را ندیدم. آن حضرت به وی فرمود به حق صاحب این قبر، اشاره کرد به قبر پیغمبر صلی الله. گفت به حق صاحب این قبر دروغ میگویی.
آن زن آمد و طفل را از تو گرفت و به صورتش بوسه زد و به تو رشوه‌ای داد و گفت اگر در روز عید قربان او را بیاوری همین هدایا را نیز به تو خواهم داد. دایه بر خود لرزید و گفت ای پسر عم رسول خدا، مگر غیب می‌دانی؟ علی علیه السلام فرمود جز خدا کسی غیب نمی‌داند، ولیکن رسول خدا صلی الله علیه و آله این قضیه را به من خبر داده است. زن گفت بهترین گفتار راست است و ماجرا همان بود که فرمودید. اکنون اگر دستور دهید زن را حاضر کنم. علی علیه السلام فرمود هنگامی که آن زن تو را به خانه برد از آن منزل به منزل دیگر منتقل شد. حال باید صبر کنی تا روز عید قربان او را بیاوری تا خداوند از سر تقصیر تو درگذرد. زن گفت اطاعت میکنم. و چون روز عید قربان شد دایه به آن محل رفت و زن نیز آمد و طفل را گرفت و صورتش را بوسید و آنگاه به دایه گفت با من بیا تا آنچه به تو وعده دادم به تو بدهم. دایه گفت هرگز تو را رها نمی کنم. در این موقع زن سر به سوی آسمان بلند کرده به درگاه الهی عرضه داشت ای فریاد رسی درماندگان و ای پناه دردمندان. و آنگاه با دایه به مسجد رفت و چون بر حضرت علی علیه السلام وارد گردید آن حضرت به وی فرمود تو میگویی یا من بگویم؟ زن گفت خودم میگویم. علی علیه السلام فرمود پس بگو. زن گفت من دختر مردی از انصارم. پدرم عامر بن سعد خزرجی در یکی از غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله در رکاب آن حضرت کشته شد. مادرم نیز در عهد خلافت ابوبکر از دنیا درگذشت و من خود تنها باقی مانده با زنان همسایه انس می گرفتم. یک روز که با چند تن از زنان مهاجر و انصار نشسته بودم پیرزنی فرتود که تسبیح در دست داشت عصا زنان به نزد ما آمد و از نام همه زنان پرسش نمود تا اینکه به من رسید. گفت اسم تو چیست؟ گفتم جمیله. گفت دختر کیستی؟ گفتم دختر عامر انصاری. گفت پدر داری؟ گفتم خیر. گفت ازدواج کرده ای؟ گفتم نه. پس به حال من ترحم نموده گریه کرد و گفت مایل نیستی زنی نزد تو آمده به تو کمک کند و انیس و مونس تو باشد؟ دختر گفت بله مایلم. پیرزن گفت من حاضرم برای تو مادر مهربان باشم. من خوشحال شده گفتم بفرما خانه خانه توست و امر تو. آنگاه آبی از من خواست وضو گرفت و من در موقع غذا نان و شیر و خرما برایش مهیا کردم و چون آنها را دید گریه کرد و گفت چرا گریه میکنی؟ پیرزن گفت دخترم خوراک من عبارت است از یک نان جو یا اندک نمک. و باز هم گریه کرد و گفت حالا هم وقت غذا خوردنم نیست و من پس از خواندن نماز عشا غذا میخورم. پس برخاست و به نماز مشغول شد تا اینکه از نماز عشا فارغ گردید. من یک قرص نان جو و مقدار نمک برایش آوردم. اونگاه به من گفت مقدار خاکستر برایم بیاور. چون آوردم خاکسترها را با نمک مخلوط نموده با 3 لقمه نان افطار کرد و باز به نماز استاد و تا سپیددم نماز خواند و من چون این رفتار را از او دیدم به وی نزدیک شده بر سرش بوسه زدم و گفتم برایم دعا کن خداوند مرا بیامرزد زیرا دعای تو مستجاب است. در این موقع به من گفت تو دختر زیبا هستی و من هنگامی که از خانه خارج می شوم بر تو می ترسم تنها بمانی. باید زنی در کنار تو باشد و من دختر عابده و خیرتمند دارم که از تو بزرگتر است. اگر بخواهی او را نزد تو بیاورم تا یار و همراز تو باشد. گفتم چرا نخواهم. پس برخاست و از خانه بیرون رفت ولی پس از زمان خود تنها برگشت. گفتم چرا خواهرم را به همراه نیاوردی؟ گفت دختر من با کسی انس نمی گیرد و زنان مهاجر و انصار به خانه تو زیاد رفت و آمد می کنند و مزاحم انجام عبادتش می شوند. گفتم تا موقعی که دختر تو در خانه من است نمیگذارم کسی به خانه بیاید. پیرزن رفت و پس از ساعتی برگشت و زنی با او بود که تمام بدن را در لباسش پیچانده بود و فقط چشمانش پیدا بود. بر در اتاق ایستاد. گفتم چرا داخل نمی شوی؟ عجوزه گفت از دیدار تو چنان خوشحال شده که از خود بی خود گشته است. گفتم الان می روم در خانه را می بندم تا کسی وارد نشود. رفتم در را بستم و به دختر چسبیده و گفتم صورتت را باز کن ولی قبول نکرد.
پس روسریش را از سرش برداشتم. ناگهان دیدم جوانی است با ریش سیاه و دست و پا خضاب بسته با لباس زنان. پس من زاری و فزع نموده به او گفتم چرا مرتکب چنین جنایت شدی؟ برخیز و از خانه بیرون شو، مگر از سطوت عمر نمی ترسی؟ و خواستم از او دور شوم که به ناگاه به من حمله کرد و من در دستش مانند گنجشکی بودم در چنگال عقابی. پس با من مباشرت نمود و از شدت مستی که داشت بر زمین افتاد و بیهوش گردید. من با کاردی که بر کمرش بسته بود سرش از بدنش جدا کردم و به درگاه خدا عرضه داشتم: خدایا، تو میدانی که این مرد به من ستم نموده و مرا رسوا کرده است. من بر تو توکل می کنم، ای خدایی که هرگاه بنده بر تو توکل کند او را کفایت نماید. ای خدایی که نیکو پرده پوشی. و چون شب شد جسدش را برداشته و در محراب مسجد انداختم و از او آبستن شدم و چون فرزند را زاییدم خواستم او را بکشم، ولی گفتم خطاست. او را قنداق نموده در محراب مسجد افکندم. این ماجرای من بود ای پسر عم رسول خدا. عمر گفت: گواهی می دهم که از رسول خدا شنیدم که فرمود من شهر علمم و علی در آن است. و نیز گفت برادرم علی به حق سخن می گوید. و آنگاه گفت: یا ابوالحسن، حکم آنان چیست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود مقتول دیه‌ای ندارد، زیرا مرتکب گناه بزرگ شده است و بر زن حد نیست، زیرا بدین عمل مجبور شده. و سپس به زن فرمود عجوزه را بیاور تا حق خدا را از او بگیرم. زن گفت 3 روز به من مهلت بدهید. امیرالمؤمنین بدایه فرمود فرزند را به مادرش تسلیم کن. زن فرزند را به خانه برد و فردا در جستجوی پیرزن از خانه بیرون رفت و ناگهان او را در کوچه ای دید. پس او را گرفت و کشان کشان به نزد علی علیه السلام آورد. چون به نزد حضرت رسیدند، حضرت علی علیه السلام به پیرزن فرمود ای دشمن خدا، میدانی که من علی ابن ابی طالب هستم و علم من علم پیامبر صلی الله علیه و آله است. اکنون حقیقت حال را بگو. پیرزن گفت من این زن را نمیشناسم و از قضیه اطلاعی ندارم. امیرالمؤمنین به وی فرمود قسم میخوری؟ پیرزن گفت آری. حضرت به او فرمود دست در روی قبر رسول خدا بگذار و سوگند یاد کن. و چون پیرزن سوگند یاد کرد ناگهان صورتش سیاه شد. امیرالمؤمنین علیه السلام دستور داد آینه آوردند و چون پیرزن در آینه نگاه کرد صورت خود را سیاه دید، از روی ندامت صیحه زد. علی علیه السلام به درگاه خدا عرض کرد بار خدایا، اگر این زن راستگو صورتش را سفید گردان. ولی آن سیاهی برطرف نشد. حضرت به وی فرمود چگونه توبه کرده ای با آن که خداوند از سر تقصیر تو نگذشته است؟ آنگاه عمر دستور داد پیرزن را از مدینه خارج کرده سنگسارش نمایند.